البته به پاسخ به این موضوع هست که فهمیده شود. اول ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اجتماع مکه زندگی میکرد و اجتماع مکه از لحاظ دینی و اعتقادی گرچه خود پیرو ابراهیم میدانستند، چون عرب ها از اولاد اسماعیل علیه السلام هستند، اما دین ابراهیم علیه السلام که نمادی از توحید و یکتاپرستی الله متعال بود، خصوصا توسط شخص به نام عمرو بن لحی خزاعی به شرک مبدل شد. او از جمله بزرگان دینی و بزرگان سیاسی مکه بود، اما از امو بزرگای جاهل که متاسفانه به جای از اینکه سبب هدایت اقوام و ملت‌های خود شوند باعث گمراهیشان میشن. عرب ها سفرهای تابستانی و زمستانی داشتند به شام و به یمن. قرآن کریم هم ایره به عنوان یک نعمت ذکر میکنه، لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف. امی سفرهایشان باعث میشد که با قبایل دیگه و با مردمای دیگه دنیا آگاهی پیدا بکنن. عمرو بن خزاعی وقتی به شام رفت، در اونجا مردم بت پرستی میکردن. ای هم انسان جاهلی بود، به جای از اینکه دقت بکنه و توجه بکنه که اینا مردم گمراهی هستن، سنگ و چوب عبادت میکنن، مثل یک از انسان‌های دیگه که ما شما وقتی در جوامع غربی میرن، به جای از اینکه بدیهای اونها را ببینن، از بدیهایشان تحت تاثیر از اونها قرار میگیرن. وقتی میان میخوان امو ارزش‌های احمقانه رو این جمع بیارن. این عمرم عینی نمی حماقت داشت، رفت اونجا دید که اونها به طور عبادت میکنن، این خوش آمد، گفت والله کار خیلی خوب است. یک بت کلان رو به نام هوبل را از اونا خریداری کرد، به پیسه خود از اونا خرید، آورد دوره در مکه، از عقیق سرخ جور شده بود. ای را آورد در مکه و یک دستی از او هم قطع شده بود، دستش هم از طلا غالبا جور کرد و برای مردم گفت که اینا بیاین ما شما دیگه ای را عبادت میکنیم، چون اینا مثل فلسفه احمقانه شرک آورد. و در اینجا یک درس مهمی که گاهی وقتا انسان باید بگیره او است که پیروان دینی و رهبران دینی باید انسان‌های عاقلی بوده باشند که از به دینی را که ادعای پیروی از دارن باید آگاهی داشته باشند. مثل که عرب ها ادعای پیروی از ابراهیم را داشتن، اما عمرو بن لحی با وجود از اینکه از جمله رهبران دینی و سیاسی در جامعه بود، اما کاملا انسان جاهلی بود به او دینی که ادعای پیروی از را داشت. متاسفانه ما شما هم در جامعه خود امی رقم متاسفانه حتی ملاها و پیرهای گمراه زیاد داریم که ادعای پیروی از اسلام دارن، اما در تضاد با اسلام حقیقتا عمل میکنن. عمرو هم از امی مردم ها بود. و نکته دیگه‌ش هم برمیگرده به مردم هم لازم هست که از کسی که پیروی میکنن و از یک منهج و عقیده که پیروی میکنن بر اساس یک بینش و یک علم بوده باشه. هر کسی که هر چی گفت نباید بدن بالش برن. مردم مکه متاسفانه امی ذهنیت نداشتن. وقتی امر آمد گفتن یاد دیگه مولای کلان است، اینا بیاین که گپ کی میگه قبول بکنیم. مثل که در جامعه ما عین گپ است، مردم گمراهی های عجیب غریبی میکنن، برش وقتی میگی عقیده غلط است، خوب میگه فلانی صاحب گفته، امی شخصیت از او به اندازه برش کلان شده که خود شخصیت از او به اصطلاح نمادی از حق برش قرار گرفته دیگه. ای که محتوای گپی که این میگه درست است یا نادرست را نادیده میگیره و به امی اندازه پیروی کردن از رهبران دینی را به تعبیر قرآن کریم شرک معرفی کرده. الله تبارک و تعالی در قرآن کریم پیروان اهل کتاب را ملامت میکنه، میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم. یهودی ها و نصرانی ها بزرگان دینی خود را و پیشوایان دینی خود را و پیرا و به اسلام الله های خود را به عنوان رب گرفتن، یعنی خدایی به خدایی گرفتن. عدی ابن حاتم که فرزند حاتم توی آدم مشهوری بوده در میان عرب ها، او مسیحی بوده. بعد از اینکه مسلمان شد، وقتی این آیت را از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید، گفت یا رسول الله ما بزرگان دینی خود را عبادت نمی کنیم، چرا قرآن تو گفته؟ چرا ما اونا را رب خود نگرفتیم؟ یعنی تصور میکردم این تنها رب امیست که انسان تنها به او سجده بکنه و تعظیم بکنه. گفت ما خی کارا را برای بزرگان دینی خود نمیکنیم، چرا خدا گفته که ما اونها را رب گرفتیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت چرا هر چیزی را که اونها بدون دلیل حلال بکنن یا حرام بکنن شما قبول میکنین یا نه؟ گفت بله این کارا میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فذاک عبادتهم، خود این می عبادت کردن از اونهاست. و این حدیث هم ترمذی روایت کرده و سند حدیث هم حسن هست. پس عین کار در میان عرب ها هم بود. یعنی سبب اساسی انحراف یک جامعه توحیدی که خود را پیروان ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام میدانستند امی بود که از بزرگان گمراه خود پیروی کردند. یک بزرگان نکردن که خوبی سنگ و چوب برای چیز دیگه، کعبه نمادی از توحید است و اومدی علی یک سنگ و چوب برای ما آوردی و از ما میخوای که او را عبادت بکنیم. متاسفانه به این ترتیب در میان عرب ها شرک شایع شد.
اما بعضی از مفاهیم دین ابراهیم علیه السلام در میان عرب ها باقی مانده بود. از جمله اونها معتقد بودن به توحید ربوبیت بود. همه انبیا علیهم السلام مردم را به طرف توحید دعوت میکنن و طبعا دعوت انبیا علیهم السلام شامل هست، همه ابعاد توحید در بر میگیره. از جمله مواردی که در میان عرب ها باقی مانده بود از تعالیم ابراهیم علیه السلام معتقد بودن از اونها به توحید ربوبیت بود. الله متعال در چند جای قرآن کریم زمانی که از عرب ها عقیده عرب ها را نقل میکنه برای ما شما، اعتراف عرب ها به توحید ربوبیت را نقل میکنه. از جمله آیت 61 سوره عنکبوت. البته دقت داشته باشین که حالا وقتی از قرآن کریم میگم شاید کسی بگه خب سیرت و قرآن کریم چی؟ دوستایی که دیروز تشریف داشتن ما همین نکته را یادآوری کردیم که منبع اول بر مطالعه سیرت چی هست؟ قرآن کریم هست و هیچ منبع معتبرتر از این نیست. خب در شناخت عقیده عرب ها ما باید به قرآن کریم تمسک بجوییم. و قرآن کریم در این مورد چی گفته؟ الله متعال در آیات 61 و 62 و 63 سوره عنکبوت عقیده مشرکین را نقل میکنه که عقیده و باور حاکم در جامعه عرب چی بود. الله متعال میگه ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر شما از مشرکین مکه میپرسیدین که کی آسمان ها و زمین را خلق کرده و سخر الشمس والقمر، و چی کسی آفتاب و مهتاب را مسخر گردانیده، لیقولن الله، حتما میگفتن که الله کار کرده. یعنی خلقت آسمان ها و زمین و تدبیر کونی حاکم در هستی که مفهوم توحید ربوبیت است مورد قبول کی بود؟ مورد قبول مشرکین مکه هم بود. و این از جمله عقاید باقی مانده است دین ابراهیم علیه السلام بود که در میانشان به انحراف نرسیده.